السلام علیکم. کمینه کمترین غیرت جان همراه قلف در خدمت شما. از این لحاظ فقط و فقط درباره جوان پسران، دختران، مردان و زنان، موی سفیدان و کمپیران سخن میگوییم، چون که شاعر بیهوده نمیگوید. کوههای بلند چی در کار برفش نباشد، دل عاشق چی در کار یارش نباشد، باغ ایرم چی در کار بیدش نباشد، کمپرهایم زق می شود چالش نباشد. عزیزانم، تماشابینان گرامی قدر، بسیار ها 14 فوریه چرا روز عاشقان نمیداند. بعضی ها میگویند که این مراسم دینی هست، بعضی ها حتی دیو عجینه ها به توبه کردم وابستگی میکند. لیکن گفتمانم این نه مراسم دینی هست و نه دیو عجینه ها به وابستگی دارد. در اصل جنگاوران امپرای ریم در وقت امپراتور کلاودیا دو کاهش می‌یابند. یعنی سربازان، افسران برای بجای مشق‌های حربی گذراندن بسیار وقتشان را با مشقشان دلخوشی می‌گذراندند. امپراتور فرمان می‌برد که سربازان و افسران را برای عشق ورزیش و اویلدار شدنش به فرمانی من میبرد، یعنی من میکند، عشق ورزی رو من میکند به جنگاوران. لیکن طبیعت قانونیت های خود دارد. یعنی بر ضد چی مبارزه برید، برعکس انا همون چیز پرقوت میشد، اوج میگیرد. در امپرای ریم هم انا همین طور شد. وقتی که من کرد عاشق و مشقا را مثلا خانه‌دار شدنش به جنگاوران را چیکار کردن؟ آنها پنهانی بگذاشتن، مکتوب نوشتن، مکتوب نامه های عاشقی نوشتن همدیگر به. در همان وقت روحانی ولنتین بود و بسیار استا بود مکتوب های عشقی نوشتن به نام سربازان، افسران نامه های عشقی نوشتن معشوقشان به. و در امپرای ریم پنهانه واخوری ها، پنهانه مثلا سربازان پنهانه با معشوقشان واخوری اوج گیری. این را امپراتور فهمید و ولنتین را دستگیری کرد، زندانی کرد. در محبسخانه ولنتین دختری سرداری محبسخانه و عاشق شد و با این دختر مکتوب عاشقانه نوشت. سردار محبسخانه از این واقف شد، ولنتین را قتل کرد. ولنتین قربانی عشق پاک شد. پاپای ریم سال 496 14 فوریه به خاطر قربان عشق پاک ولنتین به روز ولنتین مقدس اعلان نمود. انا همون سال باز ایتالیان ها این روزها همچه روز عاشقان جشن میگیرد. آهسته آهسته بعد دیگر دولت ها گذاشتن. عصر 19 20 دولت های امریکا، ژاپنیا، گرمانیا، فرانسه، حتی روسیه در روز عاشقان بسیار جشن کلان گرفتن. فابریکاها، زوادها بخشیده به این روز عطر اپاهای سیمبل عشقی کتی برآوردن، شیرینی ها برآوردن مثل تورت، پیروژنی، بولچکا، کنورت ها، اتکریتکا ها برای عاشقان و معشوقان به همدیگر مکتوب نوشتن. به تحفه های هر خیله با همین نشانه محبت کتی. خلاص کلام تمام دنیا به روز عاشقان حرکت پهن شد. دیمک اساسش یعنی پایدوارش
عشق پاک بوده است، مثل که لیلی و مجنون قربان عشق پاک بودن. محبت این بهترین و بزرگترین عبادت است. محبت این حسیات الهی است. محبت به ما از آدمت‌های و ما هوا ماندگی. در روی زمین 8 میلیارد آدم باشد، همه ما فرزند آدم هستیم، آدمی ذات هستیم. از این لحاظ به همدیگر همیشه همه وقت با محبت باشیم، مهربان باشیم، قدردان باشیم. یک چیز را خاطر رسان کنم، دل آدم این پرتوفتگی سطیل نه که دل را با بخیلی، بدبینی، نفرت پر کنیم. دل این مکانی محبت است. بابا کلان ما جلال‌الدین رومی میگویند عقل در حکم دل یزدانی است، چون بشود آزاد وی شیطانی است. من با امر دلم و عقل و ذکاوتم به تمام آوازم به تمام عالمیان گفتنی هستم: زنده باد محبت.